روز 22 سال 58 22 بهمن 58 اولین سال. حالا من فرمانده سپاه هستم، آقای بنی صدر تازه رئیس جمهور شده. اولین نه اوایل بهمن 5 بهمن 6 بهمن. از کنم خدمتتون که خب یه جایگاهی زدیم تو میدان آزادی و اومدیم نشستیم، تا بارون خیلی تندی هم اومد، کاری نداریم. بنده هم نشستم اومدم و آقای رئیس جمهور و آقای خلخالی و تعداد مسئولین و حالا رژه و از این کارا که حالا خیلی قشنگ‌ترش شده، موقع اولینش بود، کاری نداریم. من نشسته بودم، آقای خلخالی پر دست من، آقای بنی صدر اون طرف. خلخالی به من گفتش که دوستای شما پاسداران تو گنبد سران خلق ترکمن رو دستگیر کردن، اینا رو باید محاکمه‌شون کرد و باید اعدامشون کرد. اون تو این شرکت بنی صدر مخالفه، منم با بنی صدر رفیقم، نمیخوام رفاقتم با این باش به هم بخوره. گوش کن، من میرم گنبد اینا رو محاکمه میکنم، اونایشون که اعدامشون میکنم، بعد میگم جواد منصور اینا رو اعدام کرد، تو هم صدا در نیاد. باش برو کارتون. ایشون رفت و ساعت 10 شب رسیده گنبد و محاکمه، یعنی از همونجا رفت، از هم میدون آزادی صاحب ماشین شد و رفت. ساعت 10 اینطورا میرسه گنبد و همونجا محاکمه میکنه. ساعت 12 که بعد از شب اونجا 4 تا رو اعدام کردن. صبح گفتم به فرمان به دستور رئیس سپاه ما اینا رو کشتیم. آقا تو مملکت یک جنب عجیبی علیه من را افتاد، خواستن من بکشن. فدایای خلق واقعا خواستن من بکشن. فرخ نگهدار که دوست خود من بود از دوره دبیرستان، این یک صحبت خیلی تندی علیه من کرد و الی آخر فدای مجاهدین خلق، این اون بنی صدر خیلی این خلاص. من بهش گفتم داستانو که چیه. ایشون یه خود فکر کرد و گفتش که شما چی نگین، خوب شد به من گفتی، اگه نگفته بودی من منتظرم اشتباه بکنم. رئیس دیوان عالی بود مشاهده. آره دیگه. البته اینم بهتون بگم اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی از بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.